برای جوانسازی از چه کلاژنی باید استفاده کنیم؟ اصلا کلاژن در جوانسازی موثر هست یا نه؟ سلام به های نرس های هلت خوش اومدید. در این برنامه عزیزان ما میخوایم در رابطه با کلاژن و جوانسازی صحبت کنیم. اول از همه باید بدونیم که کلاژن چی هست و در بدن ما چی کار میکنه. کلاژن یک پروتئینی هستش که بدن به صورت طبیعی خودشون رو تولید میکنه. در چه قسمت هایی هست؟ در تونیسیته عضلات مهمه، در عضلات ما هستش، در رباط ها و تاندون های ما، در غضروف های ما، در مفاصل ما وجود داره و با کمبود و کاهش تولید کلاژن در بدن ما دچار افتادگی در قسمت‌های مختلف از جمله عضلات و به خصوص عضلات صورت خواهیم شد. خب عوامل کاهش تولید کلاژن در بدن چیه؟ یعنی چی میشه که بدن ما کلاژن تولید نمیکنه؟ یکی با بالا رفتن سن. خب وقتی که سن بالا میره یواش یواش تولید کلاژن در بدن کاهش پیدا میکنه. مصرف زیاد قند و شکر و شیرینی موجب کاهش تولید کلاژن در بدن میشه. اگر میخواید که زود پیر نشید و دچار افتادگی عضله نشید، بهتره که در مصرف شیرینی و همچنین کربوهیدرات احتیاط بیشتری بکنید. سیگار و الکل، کسانی که سیگار میکشند و مشروب زیاد میخورند زودتر از افراد دیگه دچار افتادگی عضلات خواهند شد. قرار گرفتن در معرض نور خورشید، کسانی که خیلی زیاد در معرض تابش خورشید هستن، حالا کارشون در محیط‌های باز هستش، اونها هم زودتر از بقیه دچار افت کلاژن و کاهش تولید کلاژن در بدن خواهند شد. خب عزیزان، از کجا بفهمیم که تولید کلاژن در بدن ما کم شده؟ یکی از اولین نشونه‌هاش افتادگی پوست و عضلات، یعنی هم عضله میفته و هم پوست ببین اینجوری شروع به افتادن میکنه در قسمت‌های مختلف. حالا میخواد پوست دست‌ها باشه، زیر بازوها باشه، توی ناحیه ران‌ها باشه یا عضلات صورت ما باشه. موهای ما دچار شکنندگی میشه. ناخونها به شدت روی زیبایی ناخونها مؤثر هستش. دچار شکنندگی و آسیب روی ناخونها وقتی شدیم متوجه میشیم که تولید کلاژن در بدن ما کم شده. خب ببینید عزیزان، به یکی از قشنگترین قسمت‌های این برنامه نزدیک میشیم و اونم اینه که چه نوع کلاژنی ما باید بخوریم. قبلش لازمه که اینو حتما بگم که کلاژن فقط باعث جوانسازی و زیبایی صورت ما نمیشه. ببینید روی غضروف ها هم مؤثره، روی مفاصل هم مؤثر هستش. چرا اینو بهتون میگم؟ به خاطر اینکه وقتی تشریف میبرین داروخانه و میخواین کلاژن بخرین، بعضی از کلاژن ها روش مثلا نوشته بهبود زخم، افزایش بهبود زخم، غضروف سازی. مثلا کلاژن غیر از اینکه روی صورت ما تاثیر میکنه، روی قسمت های دیگه هم مؤثر هستش که از کلاژن های مختلفی ما میتونیم در بازار وجود داره استفاده کنیم. بعضیشون به صورت پودر هستن و ساشه هستن که اونو شما میتونید هم در آب گرم، هم در آب سرد و هم در اسموتی ها و آب میوه ها مصرف بکنید. خیلی سوال میشه که اگر ما پودر کلاژن رو یا قطره کلاژن رو مثلا توی آب میوه بریزیم، اثرش کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ ریختن پودر کلاژن در آب میوه تأثیر اون رو کم نمیکنه، ولی اگر در آب میوه هایی که حاوی ویتامین C هستن مثل آب پرتقال شما همزمان با اون مصرف بکنید، اثر کلاژن شما رو بیشتر میکنه. ویتامین C به همراهش خیلی موثرتر هستش. به صورت کپسول ها و قرص هم کلاژن وجود داره، مثل کلاژن گولد که من خودم کلاژن گولد مصرف میکنم و کوکونات گولد که البته اینا قیمت های متفاوت و متعددی داره که با توجه به اون میزان بودجه‌ای که شما براش در نظر گرفتید میتونید از اینها استفاده کنید. خب چه زمانی ما باید کلاژن رو مصرف بکنیم؟ در خیلی از موارد توصیه میشه که بعد از صبحانه، یعنی در صبح مصرفش بکنیم به همراه یک لیوان آب میوه
که آب پرتقال بهتره باشه، یعنی حاوی ویتامین C باشه. ولی برای ورزشکارا بعد از ورزش‌های سنگینی که میکنن میتونن بعد از ورزش هم استفاده بکنن. ببینید یکی دیگه از سوالایی که همیشه از ما پرسیده میشه اینه که وقتی کلاژن بخوریم آیا صورتمون توپل میشه، یعنی پر میشه؟ نه، اینطور نیست. ببینید کلاژن کالری نداره، یعنی باعث توپل شدن یا بزرگ شدن و چاق شدن صورت شما نمیشه. اما چون تونیسیته عضلات صورت شما رو بالا میبره، یک حالت لیفت به صورت شما میده و صورت شما از تکیدگی در میاد. خب حالا ما چقدر میتونیم کلاژن در روز مصرف کنیم یا چه مدتی میتونیم مصرف کنیم؟ ببینید استاندارد خیلی خاصی براش وجود نداره، چون افراد با هم متفاوتن، تونیسیته عضلاتشون با هم خیلی متفاوته. بعضیا رو دیدین اصلا وقتی که دست میزنی بهشون هیچ تونیسیته ای نداره عضلشون، ولی بعضیا عضلات سفت و محکم، حتی اصلا بدون اینکه ورزش کرده باشن یا رژیم غذایی خاصی داشته باشن، همیشه همینطوری هستن. اصولا باید 2.5 تا 10 گرم در روز ما مصرف کنیم کلاژن رو. میگن به مدت 10 تا 12 هفته. در مواردی که خیلی فرد دچار کاهش کلاژن هست حتی تا 4-5 ماه هم میتونه استفاده کنه. ولی اگر جنبه بیماری داشته باشه، یعنی برای مفاصل و آرتریت بخواد استفاده کنه، میتونه حتی 2 بار در روز هم مصرف بکنه. ولی اگر میخوایم به مدت طولانی کلاژن رو مصرف بکنیم، باید حتما زیر نظر پزشکتون باشه. خوردن کلاژن آیا عوارضی در بدن ما ایجاد میکنه؟ بله. عوارض گوارشی، اولین عارضه‌ای که در ما ایجاد میکنه عوارض گوارشی هستش. چه اتفاقی براتون میفته؟ دچار اسهال میشید، دلپیچه‌های شدید ممکنه پیدا بکنید و کلا سیستم گوارشیتون به هم میریزه. واکنش‌های آلرژیک. ببینید عزیزان، پروتئین یا همون کلاژن اگر از منبع حیوانی باشه، مثلا از پوست مرغ گرفته میشه یا از فلس ماهی گرفته میشه. بنابراین کسانی که به غذاهای دریایی حساسیت دارن و آلرژی دارن، اونها باید خیلی مراقب باشن و مصرف نکنن. ممکنه دچار افزایش اشتها و افزایش وزن بشین اگر حاوی بیوتن باشه، یا همونطور که گفتم کراتینین شما رو میتونه بالا ببره. بنابراین اگر دچار یک مشکل زمینه‌ای یا بیماری زمینه‌ای هستید، حتما اول مشورت کنید، بعداً شروع کنید کلاژن رو. چه کسانی منع مصرف دارن؟ کسانی که مشکلات کلیوی دارن، کسانی که مشکلات و بیماری‌های اتوایمیون یا خود ایمنی دارن به هیچ عنوان نباید استفاده بکنن. کسانی که داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین، مثل وارفارین مصرف میکنن، از کلاژن به صورت سرخود، استفاده از کلاژن به صورت سرخود حتما پرهیز بکنن. کسانی که مشکلات گوارشی دارن، خانم‌های باردار اصلا نباید مصرف بکنن. خانم‌ها در زمان شیردهی به هیچ عنوان نباید مصرف بکنن از کلاژن. و اگر بیماری زمینه‌ای دارید، اول مطمئن شید، با پزشکتون مشورت کنید و بعداً کلاژن رو شروع بکنید. میرسیم به قسمت قشنگ ماجرا و استفاده از ماسک های کلاژن ساز خونگی. یکی از ماسک های بسیار بسیار مؤثر استفاده از سفیده تخم مرغ هستش. سفیده تخم مرغ که یه مقدار ویتامین C رو به صورت آب لیموی تازه شما در اون میریزید، هم میزنید و این سفیده تخم مرغ رو روی صورتتون میمالید. اجازه میدید عزیزان حدود 3 دقیقه فکر میکنم طول بکشه تا این سفیده تخم مرغ روی پوست صورت شما سفت بشه. وقتی که روی پوست صورت شما سفت شد، میتونید با آب گرم اون رو بشورید. یکی از ماسک های بی‌نظیر هستش. یه ماسک دیگه استفاده از هویج پخته است. حالا یه دونه هویج رو بپزید و پورش کنید، لهش کنید و با 1/4 فنجون ماست، حدود مثلا 2 قاشق، 1 قاشق، بستگی به اون بزرگی هویجتون داره، باید غلظت داشته باشه و سفت و خمیری بشه. اگر از ماست پروبیوتیک استفاده کنید که خب خیلی بهترم هستش. میتونید 1 تا 2 قاشق عسل هم بهش اضافه کنید، روی پوست صورتتون حدود 10 دقیقه بگذارید و بعد اون رو بشورید. بسیار ماسک مؤثری هستش. خب و آخرین و سومین ماسکی که من خودم خیلی دوست دارم و ازش استفاده میکنم،
ماسک کدو تنبل هست. کدو تنبل هم بسیار مؤثر هست عزیزان. کدو تنبل بعد از اینکه پخته شد اون رو به صورت پوره در بیارید. معمولا یه قطعه کوچیک از کدو تنبل کافیه. میتونید با ماست یا شیر، حالا هر کدوم که در دسترستون بود، و یک مقداری پوره بادام. حالا اگر هر کدوم از اینا رو نداشتید هیچ اشکالی نداره، میتونید اون رو حذف کنید. و 1 تا 2 قطره روغن زیتون یا روغن نارگیل در صورتی که پوست شما خیلی خشکه. به هر کدوم از این ماسک ها میتونید اینها رو اضافه کنید. اگه پوست خشکی دارید حتما 1 2 قطره روغن رو اضافه کنید و روی پوستتون بمالید، روی گردن، روی دست‌ها، روی پوست صورت، و بعد از 10 دقیقه صورتتون رو بشورید و همون لحظه متوجه معجزه این ماسک میشید. خیلی بهتون این ماسک رو من پیشنهاد میکنم امتحان کنید. خب عزیزان، و در انتها میرسیم به مواد غذایی که حاوی کلاژن هستن. اینم خیلی مهمه. غیر از قرص هایی که ما میخوریم، ماسک هایی که به صورتمون میزنیم، باید مواد غذایی رو بخوریم که در بدن ما تولید کلاژن بکنه. حالا چی هستش؟ یکی پروتئین ها هستن، آب گوشت و آب قلم که حاوی کلسیم، منیزیم و فسفر و کلاژن فوق العاده زیادی هست. میتونید قلم ها رو بگیرید و بجوشونید، اصلا تصفیهش کنید حالا موادش رو، و اینها رو توی یخچال یا فریزر خودتون بذارید و به تناوب در غذاهایی که درست میکنید از این آب قلم استفاده کنید. به شدت مؤثر هستش در تولید کلاژن. استفاده از مرغ و ماهی عزیزان، از گوشت سفید حاوی کلاژن بسیار زیادی هستش که به بدن ما برسه. به خصوص گردن مرغ که کلاژن فوق العاده زیادی داره. همونطور که گفتم اصلا کلاژن رو از پوست مرغ و از فلس ماهی میگیرن. بنابراین میتونید با استفاده از گوشت های سفید این میزان کلاژن رو به بدن خودتون برسونید. خب این 2 دسته مستقیما کلاژن رو وارد بدن ما میکنن. از این به بعد اینایی که میگم به تولید کلاژن در بدن ما کمک میکنن، مثل سفیده تخم مرغ. سفیده تخم مرغ به صورت غیر مستقیم به ساخت کلاژن در بدن ما کمک میکنه. میتونید از تخم مرغ در رژیم غذایی روزانه‌تون استفاده بکنید. ویتامین C گفتم که نقش مهمی داره در تولید کلاژن. سیر عزیزان، سیر هم سرشار از گوگرد هست و برای تولید کلاژن به ما بسیار کمک میکنه. انواع لوبیاها، لوبیا قرمز، لوبیای چیتی، لوبیای سفید حاوی مس هستن و اونها هم به بدن ما برای تولید کلاژن کمک زیادی میکنن. حتما تو رژیم غذاییتون ازشون استفاده کنید. از آجیل ها، بادام هندی به علت داشتن روی و مس در تولید کلاژن بسیار مؤثر هست. و در انتها میتونید از گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای هم بهره ببرید. عزیزان، اگر سوالی در رابطه با کلاژن و نحوه مصرف اون دارید در کامنت ها بگذارید. کامنت ها رو میخونم و به شما پاسخش رو میدم. مراقب خودتون باشید و این توصیه هایی رو که بهتون دادم حتما جدی بگیرید تا زیباتر و جوانتر بمونید.